امروز به موافقه رسیدند که این موترها که طرف اون طرف ایستاده است کمات ثابت پور اجازه میتیم این اموالا باید خراب نشه و این باید اجازه داده شود. چند روز قبل به موترهای خالی کانتینرهای خالی که این طرف ایستاد بود بریوان اجازه داده شده بودند. مگر این پیشتر که ما از خود چمن و از خود بولدک معلومات گرفتیم ما از دو اتاق مشترک داریم. همین مسئول اتاق مشترک ما گفتن که ما در جریان هستیم فیصله شدن مگر عملا راه نشده. ما انتظار داشتیم که امروز راه شود و بعد از 4 ماه وقت انار و سیب ما بودن و کلشان خراب شده و حال وقت پخته ما از خاندان پخته میبریم به سرخم و از سرخم باز میبریمش و بیوان به هفتونه و اون طرف کانتینرهای ما هم متاسفانه فشار تمریج خورده دیکیشن خورده نو ضرر خود فشار رسیدن و امیدوار هستیم که حال فلاش و سبا بخیر فلاش و کار خوب است. این راه را خب افرادی بسته کرده بودند که اعتراض داشتند و تصمیم حکومت پاکستان داری که باید کسانی که از این گذرگاه عبور و مرور میکنند پاسپورت و ویزا داشته باشند. حالا چه تغییر کرده؟ آیا مقامات پاکستان پذیرفتند که راننده ها و این افراد اجازه میدن که چند ساده بدون پاسپورت و ویزا رفتن بکنند؟ اول خو از موترها البته پاسپورت نمیخواستن، موترهای ما کمات ثابت میرفتن مگر از مردم میخواستن، از مردم ویزا میخواستن، از مردم پاسپورت میخواستن. باز امارت اسلامی ما از اون طرف مردم باز مجبور بودن که بالمثل عمل بکنه که باز بخواهند. باز به می خاطر این مردم سرحد که اصلا چمن است و اکثرشان قوم اتکزایی هستند و نورزایی است و این طرف هم قوم اتکزایی و نورزایی است. باز و پرلک شده و راه را بند کرده. پاکستان کدام ممانعتی برای خود موترها نداشتند. با موتروانا رفتن میتانستند میامدند مگر برای مردم ممانعت داشتند. مردم موترها را بند کرده مگر دولت نه این طرف امارات و اون طرف موترها را که بند نکرده بود. موترها را پرلک و حالا بند کرده. چون موترها را بند کرده کسایی که ویزا پاسپورت داشتند ویزا و حالا را نمیماندند. یعنی در واقع مردم جلو عبور و مرور همه را گرفته بودند، تحصیل کرده بودند. تحصیل کرده بود بدون از مهاجرین که او اکرامی امارات دیگر هیچ کس اجازه نمیداد. پس به این ترتیب میشه گفت که این تحصیل کننده ها عقب نشینی کردن به نحو الکوزی شد. بله خو اینطور معلوم میشه که همین مردم و موتروانه و مالوالا بسیار وزرزاری کرده و بسیار نقص بشرات رسیده. تاسون والا علی هم برای پاسپورت والا و برای مردم اجازه نمیده و همو دریجش هست و همو موقفش هست که قبلا گفته بودن که با تذکره و با شناختی کارت مردم برن. فعلا هم همین موقفش هست در رابطه با مردم، در رابطه با رفت آمد از دو طرف. اما تنها موترهای ترانزیتی که هستن برای و شاید اجازه بدن و اینطور فیصله کرده که به موترهای ترانزیتی بدیم. باز پاکستان هم گفته که ما کدام ممانعت نداریم و افغانستان گفتن که در ما منتظر هستیم که موتر بیاید پای مراحلش کنیم. در امی مدت 4 ماهی که